امروز در همین دیار ما، در همین تاجیکستان ما داریم نفرهایی که ما را پند نصیحت میکنن، ما را سوره قرآن را میخونن معنا میکنن، حدیث پیغمبر را میخونن معنا میکنن. ببینید امروز این را سپاسگزاری کن در کار، زیرا وقتی که خداوند میگه می دوزخی را دوزخ میبره، اولین سوالی که همون ملائکه عذاب پیش از آنی که همین دوزخی را عذاب بده چی سوالش میکنن؟ کلما القی فیها فوج سألهم خزنتها الم یأتیکم نذیر. شما یگان داعی و واعظ و یگان آگاه کننده نداشتین که بگن که پگاه اینجا دوزخ داره، خدا جنت داره، عذاب داره، راه الخیری نبوده بیتون. بین از داعی ها و واعظ ها یکون میپرسن که نبود. چی میگوی وقتی که اگر باشه و نکردی؟